در نتیجه دو ضربه هوایی نیروهای اسرائیل به شفاخانه در شهر خان یونس در جنوب غزه چندین غیر نظامی از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران کشته شدند. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل گفته است این حادثه خطری زیاد به جان خبرنگاران و طبیبان را نشان می‌دهد. دبیر کل قتل فلسطینیان را در نتیجه ضربه‌های اسرائیل به شفاخانه ناصر در خان یونس در غزه سخت محکوم می‌کند. این قتل‌های وحشت‌انگیز خطر بسیار زیاد به جان کارمندان طبی و خبرنگاران را نشان می‌دهد که هنگام کار حیاتیشان در این مناقشه سخت به آنها تهدید می‌کند. دبیر کل خاطر نشان می‌کند که غیر نظامیان از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران باید تمام وقت محافظت کرده شوند. دبیر کلی سازمان ملل همچنین خواستار تحقیق زود و بی‌طرفانه حمله ها شده است. در دو ضربه هوایی که یکی پی دیگری صورت گرفت به گفته مقامات فلسطینی 20 نفر از جمله 5 خبرنگار از رایترز، اسوسییتد پرس، الجزیره، NBC به هلاکت رسیدند. مقامات اداره تندرستی غزه حمله به یگانه شفاخانه دولتی در جنوب غزه را ادامه ویرانگری سیستم تندرستی در غزه نامیده محکوم کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل ضربه های مرگبار را خطا و حادثه غم انگیز نامید و گفت که نظامیان آن را تحقیق می کنند. به قول بنیامین نتانیاهو جنگ آنها با تروریستان حماس است و هدفشان هم نابود کردن این سازمان و رهایی گروگانان اسرائیل می باشد. پس از حمله مرگبار سازمان تندروی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر سال 2023 نزاع بین اسرائیل و این سازمان اوج گرفت. حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند در آن زمان بیشتر از 1500 اسرائیل را کشت و ده‌ها تن دیگر را گروگان گرفت. بعضی را هنوز هم در اسارت نگه می‌دارد. در حمله های انتقام جویانه اسرائیل به نوار غزه که تحت کنترل حماس است در تقریبا 2 سال گذشته بیشتر از 60,000 نفر کشته شدند.